به نام خدا، عبداللهی هستم، کارشناس ارشد رشته مکانیک، مدرس نرم افزار کریر و ناظر پایه رشته تاسیسات مکانیکی. ابتدا بگیم نرم افزار هب کریر چیه؟ نرم افزار هب کریر نرم افزار تحلیل بار ساعت به ساعت و در واقع یکی از جامع‌ترین نرم افزارهای موجود جهت محاسبات بار سرمایشی و گرمایشی برای ساختمان‌های با کاربردهای مختلف در بسیاری از نقاط جهان. همچنین این نرم افزار امکانات بسیار زیادی داره که با کاربری آسان در اختیار مهندسان تاسیسات و مکانیک قرار میگیره. نکته مهمتر در مورد این نرم افزار اینه که در ایران مورد تایید سازمان نظام مهندسیه و شایان ذکره که پروژه‌های تأسیساتی و طراحی‌های انجام گرفته توسط اون مورد تایید قرار گرفته. در آخر هم باید اشاره کنیم که این نرم افزار محصول شرکت معتبر آمریکاییه، سازنده دستگاه‌ها و تجهیزات تهویه مطبوع کریر هست. دوستانی که درس تهویه مطبوع در دانشگاه میگذرونن احتمالاً پروژه بهشون داده بشه که بایستی با نرم افزار کریر انجام بشه. همچنین بسیاری از پایان‌نامه‌ها چه در دوره کارشناسی و چه در ارشد قسمتی از اونها باید با نرم افزار کریر محاسبه و مدل سازی بشه. از طرفی مهندسان تاسیسات مکانیک برای انجام پروژه ها انتخاب سیستم های مناسب و بررسی اینکه چه تغییراتی میتونن در راستای کاهش هدر رفت انرژی انجام بدن از این نرم افزار استفاده میکنن. این نرم افزار رو به دوستان معماری، عمران و سیستم های انرژی هم توصیه میکنم چون میتونه براشون مفید باشه. سرفصل‌های این دوره آموزشی شامل نصب نرم افزار، آشنایی کلی با نرم افزار، وارد کردن مشخصات آب و هوای شهر مورد نظر در تب ودر، آموزش استفاده از نرم افزار دیگه‌ای به نام سایکروکلک برای به دست آوردن دمای مرطوب، مدل سازی بارهای داخلی و اجزای ساختمان در تب اسپیسز، تعریف و اختصاص برنامه‌های زمانی، مدل سازی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در تب سیستمز، به دست آوردن ظرفیت دیگ و چیلر و در نهایت نحوه گزارشگیری از پروژه. برای آشنایی با روند آموزش نرم افزار توضیح خلاصه‌ای در اینجا خدمتتون ارائه میشه. نرم افزار رو باز میکنم. علاوه بر آموزش نصب نرم افزار، ابتدا شما با محیط کلی نرم افزار آشنا خواهید شد. کلیه گزینه‌ها و کاربرد اونها رو فرا خواهید گرفت. بعد از اون شما باید شرایط محیطی محل ساختمان مورد نظرتون رو اعم از تجاری، مسکونی، صنعتی و هر نوع ساختمون دیگر رو لحاظ کنید که ما این کار در تب ودر انجام میدیم. اون رو باز میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید گزینه‌های بسیاری وجود داره که باعث دقت محاسبات نرم افزار میشه و ما اونها رو به شما آموزش میدیم. اما دمای مرطوب در نشریات وجود نداره، در مقالات وجود نداره، در استانداردها وجود نداره. پس ما میایم چی کار میکنیم؟
نرم افزار سایکروکلک رو بهتون آموزش میدیم تا شما به راحتی بتونید دمای مرطوبتون رو به دست بیارید. بعد از اون نرم افزار دما و تابش خورشید رو در ساعت‌ها و جهت‌های مختلف بهتون نشون میده. همچنین به صورت خلاصه با تب سیمولیشن یا شبیه سازی هم آشنا میشید. برای مدل سازی ساختمان شما اول باید بدونید اسپیس و زون چیه که ما اونها رو خدمتتون توضیح میدیم. فضاها رو در تب اسپیسز تعریف میکنه. از خارجی ترین لایه ساختمون که شامل دیوارها، سقف یا کف هم میتونه باشه شروع میکنیم و به جزئی ترین اجزایی که در تولید بار تاثیرگذار هستن میپردازیم. همچنین شما باید یک برنامه زمانی بتونید تعریف کنید، چرا که به عنوان مثال شما تمام 24 ساعت شبانه روز از روشنایی استفاده نمی کنید و همین در میزان بار شما خیلی تاثیرگذار هست. تعداد فضاهاتون بسته به نوع پروژهتون میتونه خیلی زیاد و یا کم باشه. بعد از همه این کارها شما باید ببینید سیستم های موجود در تب سیستمز چیه تا بتونید برای پروژه مورد نظرتون سیستم مناسبی انتخاب کنید. پس شما اول با سیستم های موجود در تب سیستم آشنا خواهید شد. بعد از اون گزینه ها رو تک تک بهتون خواهیم گفت تا شما بتونید بر اساس پروژه‌ای که دارید به اونها مقدار دهی کنید. نکته مهم دیگه‌ای که در این تب وجود داره این هست که شما میتونید کنترل دمایی خودتون رو اعمال کنید. چون همونطور که میدونید جدیداً تمام سیستم ها یا اکثر سیستم ها مجهز به ترموستات هستن تا دما رو کنترل کنن و شما میتونید این کنترل دما رو لحاظ کنید و دقت کار رو بالا ببرید. بعد از اون شما میتونید ظرفیت تجهیزاتتون رو در تب پلنز تعریف کنید. بسته به اینکه از چه تجهیزی دارین استفاده میکنید میتونید ظرفیتش رو به راحتی به دست بیارید. قسمت دیگه از نرم افزار پراجکت لایبراریز هست. شما برای تعریف اجزا میتونید به تب اسپیسز برید. اما در روش دیگه‌ای شما میتونید اول دیوارها، سقف‌ها، درها و غیره رو تعریف کنید و بعد اونها رو به پروژه مورد نظرتون اختصاص بدید. برای ملموس بودن بهتر نرم افزار ما برای شما مثالی رو هم حل خواهیم کرد. در انتها شما بایستی از کارهایی که انجام دادید گزارش تهیه کنید. چه ورودی هایی به نرم افزار دادید و نرم افزار بر اساس محاسباتی که انجام میده چه خروجی هایی رو به شما میده و این خروجی ها شامل بار کلی گرمایش و سرمایش هست که شما باید با انتخاب سیستم مناسب اون بارها رو بتونید پوشش دهی کنید، چه در زمان پیک بار چه در سایر زمانها. همونطور که میبینید پنجره‌ای که برای گزارش دهی درست شده بسیار کامله و اطلاعات بسیاری رو در اختیارتون قرار خواهد داد. پس ما نحوه گزارشگیری رو هم به شما نشون خواهیم داد. همونطور که میبینید اطلاعات ورودی که بهش دادیم رو نشون داده. پس از محاسبات و در نظر گرفتن همه شرایط سایز کویل سرمایشی و گرمایشی سیستمتون رو بهتون نشون داده. بعد از اون اومده تک تک زونها رو بررسی کرده، بار اونها رو حساب کرده. بعد از اون اومده به صورت جزئی بار پنجره، دیوار و
خود سیستم رو حتی اگر حرارتی تولید میکنه رو حساب کرده و مجموعش رو در اختیار شما قرار داده. برای زون ها این کار رو انجام داده، بعد از اون برای اسپیس ها انجام داده، حتی دیوارها رو در نظر گرفته و جدا بهتون نشون داده. در قسمت دیگه از نتایج و گزارشات میاد در روز طرح به شما به صورت ساعت به ساعت تغییرات و بار رو نشون میده. حالا روز طرح چیه، بار چیه، اینها همه در آموزش نرم افزار توضیح داده شده. در انتها هم نمودار سایکرومتریک رو بهتون نشون میده و بهتون میگه هوا وقتی وارد سیستمتون میشه چه تغییراتی روش اعمال میشه، دماش چقدر میشه، چه اتفاقی براش میفته و حتی اینها رو در نمودار هم بهتون نشون داده. برای برخی دوستان امکان حضور در کلاس ها وجود نداره، پس چه بهتر که ما این پک رو برای شما تهیه کردیم تا بتونین در خونه هم این نرم افزار بسیار کاربردی رو یاد بگیرین و مطمئن باشین که حتما به درد شما خواهد خورد. موفق باشین.